خبر خوب برای کانال‌های فارسی اینه که حالا دیگه شما میتونید ویدیوهاتون رو به صورت اتوماتیک به زبان فارسی زیرنویس کنید. قبل از این امکان اضافه کردن زیرنویس خودکار برای ویدیوهای فارسی توی یوتیوب وجود نداشت و این کار رو برای یوتیوبرهای فارسی زبان سخت میکرد. اما حالا این امکان اضافه شده و شما میتونید نه تنها ویدیوهای خودتون رو به فارسی زیرنویس کنید، بلکه این کار کمک میکنه شما حتی زیرنویس به زبانهای دیگر رو هم به راحتی برای ویدیوهاتون بسازید. پس بریم ببینیم چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. سابسکرایب به کانال یادتون نره. من میخوام برای یکی از ویدیوهام زیرنویس بسازم و به شما نشون بدم که چطوری باید این کار رو انجام بدین. من وارد یوتیوب استودیو میشم و از منوهای سمت چپ کانتنت رو انتخاب میکنم تا اینجا ویدیوها برای من نمایش شده بشه. از بین ویدیوهام به نظرم این بد نیست. میرم سراغ این $10,000 با یک ویدیو. روی آیکون مدادی که جلوشه میزنم تا وارد دیتیلز مربوط به این ویدیو بشم. حالا از منوهای سمت چپ دوباره ساب تایتل رو انتخاب میکنم. الان این صفحه ساب تایتل برای من به این شکله. چرا؟ چون اصلا من برای ویدیوم انتخاب نکردم که زبانش چیه. ممکنه شما زبان ویدیوتون رو قبلا انتخاب کرده باشین، وقتی وارد این صفحه میشین یه فرم دیگه بهتون نشون بده. بذارید من برگردم به بخش دیتیلز این ویدیو اینجا. حالا اگر من بیام پایینتر میبینید یه بخشی وجود داره برای انتخاب زبان ویدیو. اینجاست ویدیو لنگویج. من میتونم از اینجا انتخاب کنم که ویدیو من به زبان فارسیه. حالا این کار رو شما یا موقع آپلود ویدیو انجام میدین یا تنظیم کردین که همیشه موقع آپلود خودش به صورت اتوماتیک انتخاب بشه، یا میتونید بیاید اینجا تو بخش دیتیلز وارد کنید که زبان ویدیوتون چیه. یا حتی اگر این کار رو نکرده باشین همونجوری که نشون دادم میتونید تو بخش ساب تایتل هم این کار رو انجام بدین. ولی بذارید من یه بار اینو انتخاب کنم، از اینجا بذارم روی پرشین و حالا روی سیو میزنم. دوباره برمیگردم به بخش ساب تایتل. ببینید الان این بخش برای من به این شکل در اومد. یعنی اگر شما قبلا زبان ویدیوتون رو انتخاب کرده باشید به این شکل این صفحه براتون نمایش داده میشه. یا وارد این صفحه میشید بعد زبانتون رو انتخاب میکنید. تو هر دو حالت فرقی نمیکنه. حالا دو تا سطر برای من اضافه کرد. یکی پرشین ویدیو لنگویج، یکی هم پرشین اتوماتیک کپشن. ما برای اینکه زیرنویس خودمون رو ادیت کنیم باید بیاییم سراغ این دومی، اتوماتیک کپشن. من اینجا موسمو که میارم این بخش زیر ساب تایتل روی آیکون مداد کلیک میکنم. این صفحه برای من باز میشه که زیرنویسا رو خودش به صورت اتوماتیک برای من ایجاد کرده. بیایم ویدیو رو پلی کنیم با هم ببینیم. این ویدیو تونسته تو کمتر از 3 ماه بالای 2 میلیون ویو به دست بیاره و درآمد حاصل از این ویدیو بالای $10,000 بوده. خب دیدین اینجا زیرنویس رو برای من اضافه کرد. یعنی هر کسی که بیاد زیرنویس فارسی رو روی ویدیوی من فعال کنه این زیرنویس براش به این صورت نمایش داده میشه. اما خب یه جاهایی ممکنه تلفظ من خوب نبوده باشه یا صداها تداخل داشته باشه، شاید این زیرنویس خیلی خوب تشخیص داده نشده باشه توسط یوتیوب. پس من کاری که باید انجام بدم اینه که بیام اینجا و زیرنویسا رو خودم به صورت دستی جاهایی که ایراد دارن رو ادیت کنم. مثلا همینجا نوشته این ویدیو تونسته تو کمتر از 3 ماه من اینو اصلاح میکنم بالای 2.2 میلیون ویو به دست بیاره. اینجوری میتونم خیلی راحت ادیتش کنم. اگر هم خواستم مثلا اینجا یه اینتر بزنم، موسمو میارم اینجا کلیک میکنم. نگاه کنید به این شکل الان 2 خطی میبینید دیگه. من دلم میخواد بعد از 3 ماه یه اینتر بخوره. بعد از 3 ماه اینجا قرار میگیرم و اینتر میزنم. حالا این بخش من شد 1 سطر. بعد میره بعدی، سطر دوم رو نشون میده. الان این سطر خیلی طولانیه. من دوباره ادیتش میکنم. از هر جایی که دلم خواست دوباره موسمو قرار میدم، کلیک میکنم و اینتر رو میزنم. دوباره یه سطر جدید اضافه کرد. یا مثلا اینجا متنی که نوشته بی خوده، من میخوام اینو حذف کنم. روی آیکون سطل آشغال کنارش میزنم تا حذف بشه. حالا اگه یه متن اینجا جا انداخته بود و من خودم بخوام تایپ کنم چیکار میکنم؟ میام اینجا زیر موسیقی قرار میگیرم و روی آیکون پلاس کلیک میکنم. حالا متنمو میتونم اینجا تایپ کنم خیلی راحت. به همین صورت کل متنتون رو حتما نگاه کنید، بازبینی کنید، جاهایی که لازم داره رو ویرایش کنید. حتی از اینجا میتونید زمانش رو کم و زیاد کنید. اگر سینک نبود، مثلا من اینجا صحبت کردم، اینجا باید این حرف زودتر تموم میشد، میرفت به متن بعدی. چیکار میکنم؟ میتونم با موسم بیام اینجا رو بگیرم بکشم کمترش کنم. به این شکل میاد.
چجوری ساخته میشن. شاید تا قبل از همه‌گیر شدن هوش مصنوعی دیدید من میتونم از اینجا زمان زیرنویس رو کم و زیاد کنم. این پایینم داره آدیو رو به من نشون میده که من میتونم کمک بگیرم ازش برای سینک کردن با متنی که نوشته شده. اگر این بخش براتون کوچیکه و میخواین بزرگتر ببینید روی این پلاس بزنید زومین بشه یا زوم اوت به این شکل. بعد از اینکه کل متنتون هم چک کردین و همه چی اوکی بود روی دکمه پابلیش میزنید. حالا بریم ویدیوی من رو با هم ببینیم. این ویدیو تونسته تو کمتر از 3 ماه بالای 2 میلیون ویو به دست بیاره و و اول که پلی کردم فعلا زیرنویسش فعال نیست. برای فعال کردنش میام روی این آیکون میزنم تا فعال بشه و از اینجا تنظیماتش رو اگر نگاه کنم بخش ساب تایتل میتونم مشخص کنم که به چه زبانی زیرنویس رو برای من نشون بده. الان پرشین هست و اوتو ترنسلیت، چون من فقط پرشین رو اضافه کردم. روش میزنم تا فعال بشه. حالا ببینیم با هم ویدیو رو. دارن به همین سبک کار میکنن، یعنی داستانهای آفریقایی هن و دقت کنید که این کانال ها تماما فیسلسن، یعنی نیازی به حضور شخص جلوی دوربین نیست. خب حالا برمیگردم به بخش ساب تایتل همین ویدیوم و این دفعه کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام زبان دیگری هم به زیرنویسام اضافه کنم. چیکار میکنم؟ روی اد لنگویج میزنم. حالا بذارید اول از همه بریم سراغ انگلیسی. اینجاست. روش که کلیک میکنم یه سطر برای من اضافه میکنه به اون زبان انتخابی من، یعنی انگلیسی. حالا دوباره میام توی ستون ساب تایتل زیرش روی آیکون مداد کلیک میکنم. حالا چون من زبان فارسی رو اول بهش اضافه کردم اینجا اوتو ترنسلیت فعال شده، اما قبل از این آپدیت این فعال نمیشد و ما مجبور بودیم خودمون به صورت دستی یه زیرنویس فارسی بسازیم، بعد بیاد اینجا اوتو ترنسلیت برامون فعال بشه و بتونیم به زبانهای دیگه هم زیرنویس اضافه کنیم. حالا برای من فعال شده، من روش کلیک میکنم. نگاه کنید خودش به صورت اتوماتیک به زبان انگلیسی ترجمه کرده، حتی فارسیش هم این بالاش نوشته. This video was able، این ویدیو تونسته، و ادامهش توی سطرهای بعدی. اینجا هم به همون صورتی که برای فارسی گفتم شما میتونید هر جایی که کلمه رو اشتباه متوجه شده بود رو ادیت کنید و در نهایت روی پابلیش بزنید. یه بار دیگه بریم ویدیوی منو ببینیم. این ویدیو تونسته تو کمتر از 3 ماه. حالا من میام دوباره بخش تنظیمات ساب تایتل، میبینید یه زبان دیگه همون زبان انگلیسی اضافه شده. میتونم روش بزنم و این دفعه ویدیوی من با زیرنویس انگلیسی پخش میشه. به همین شیوه میتونید زبانهای دیگر رو اضافه کنید. دوباره بیاین توی این صفحه ساب تایتل روی اد لنگویج بزنید و هر زبان دیگه‌ای که دلتون میخواد مثلا عربیک رو انتخاب کنید. خیلی زود بریم برای ویدیوهاتون زیرنویس اضافه کنید که هم مخاطبین فارسی یوتیوب بیشتر بشن، چون خیلی‌ها بدون صدا ویدیوها رو تماشا میکنن، هم افراد کم شنوا بتونن ویدیوهای شما رو تماشا کنن و همین که از زبانهای دیگه هم بتونید مخاطب جذب کنید.